اگر همین الان جنگ تموم شه، 3 تا سرنوشت جلو پای مردم ایران باز میشه. فرض کن امروز همین الان همه چی وایسه، نه موشکی، نه آژیری، نه صدای انفجار. خب بعدش چی؟ سناریوی اول فقط تموم شدن جنگ، کاری به حاکمیت نداریم. تو این حالت فقط تیر و ترکش تموم میشه، نه کسی پایین میاد، نه چیزی عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی همه اون داغ و درد و ویرونی بی حساب میمونه. صدها نفر مردن، بچه، زن، پیرمرد. آب، برق، اینترنت، مدرسه، بیمارستان تو بعضی از شهرها نیست و نابود شده. یه هفته کل کشور تعطیل بود، درآمد صفر، مغازه ها بسته، کار و زندگی قفل. کسی نمیدونه با این وضع اقتصاد اصلا چند هفته دیگه کاری هست؟ اجارمون چی میشه؟ قسطامون، شکممون رو با چی سیر کنیم؟ این آمار واسه قبل از جنگه. 1/3 مردم ایران زیر خط فقر مطلق. بیکاری جوونا رسیده به 27%، یعنی هر 4 نفر یه نفر تو خونه نشسته. فحشا، اعتیاد، بیخانمانی تو کلان شهرها داره بیداد میکنه. خودکشی از سال 99 تا الان 25% بیشتر شده. 60% جرایم کشور به خاطر فشار مالی زندگیه، یعنی دزدی و دعوا سر نون شبه. جنگ شاید تموم بشه، ولی مغز ما چی؟ روان مردم له شده. پشت این سکوت بعد از جنگ فقط یه چیز میمونه، یه ملت زخمی، له شده، بی پناه، بی دوا. اما سناریوی دوم، تموم شدن جنگ، عوض شدن رژیم. حالا اگه جنگ تموم بشه و رژیم سرنگون بشه، یعنی بالاخره یه حکومت جدید بیاد که دغدغش مردمه، نه سرکوب مردم، تحریما یکی یکی برداشته میشن. کمک‌های مالی از بانک‌های جهانی، IMF و کمک‌های کشورهای دیگه راه میفته. متخصصای فراری برمیگردن. ایران از نو ساخته میشه. دارو میاد، تکنولوژی میاد، کار راه میفته، اقتصاد نفس میکشه. ولی مهمتر از همه چیز امید برمیگرده. یعنی حس لعنتیه میشه دوباره ساخت، دوباره زنده میشه. ملت دیگه فقط دنبال زنده موندن نیستن، دنبال زندگی کردن میرن. اما سناریوی سوم، تموم شدن جنگ، موندن رژیم. اما بدترین سناریو، جنگ تموم شه ولی اونایی که مسببش بودن هنوز سر کار باشن. تحریما همچنان سر جاش، اقتصاد فلج، بازسازی فقط چند تا پروژه ویترینی که تو تلویزیون نشون بدن. مردم هنوز با بیکاری و گرونی افسردگی دست و پنجه نرم میکنن. روان داغون ملت میره زیر قالی، چون کسی براش مهم نیست. بعض همه بدتر، ناامیدی نهادی نمیشه. یعنی مردم میفهمن دیگه هیچ راهی نیست، صدایی نیست، آینده نیست. در نهایت تموم شدن جنگ شاید صدای انفجار رو قطع کنه، ولی اگه ادامه این کابوس همون باشه که بود، مردم فقط زنده میمونن، نه اینکه نجات پیدا کنن. پس دوست عزیز منم مثل تو دنبال تموم شدن جنگم، اما یکم بیا به بعد از تموم شدن جنگ فکر کنیم.